خدمات دولتی مرزبانی اوکراین خبر داد که مرزبانهای واحد ولق ساعت 7 صبح 9 اکتبر در ساحل دریای تیسا در مرز ولایت زکرپات با ونگریا یک شهروند تاجیکستان را دستگیر کردند. دو نفر دیگر که در نزدیکی قرار داشتند رو به فرار آوردند. مرزبانها به تعقیب آنها پرداخته بعد چند دقیقه یک شهروند ارمنستان را دستگیر کردند. او همگی چند متر دورتر رفته باز به ساحل دریا فرآمده بود تا که به آن طرف گذرد. معلوم شد که آنها چند روز پیش به اوکراین آمدند. نفر سوم مرزبانها مشاهده کردند راهبلد آنها بوده است. او مشتریانش را پرتافته برابر دیدن مرزبانها فرار کرده است گفته می شود در اطلاعیه. بنابراین منبع مرزبانهای اوکراین از واحد کوسنو روز 9 اکتبر یک باره 5 شهروند پاکستان را دستگیر کردند. مرزبانها اول یک ماشین شفرله تحت اداره یک شهروند پاکستان را منع کردند. در داخل ماشین دو پاکستانی دیگر هم بوده است. در نتیجه جستجوی اطراف مرزبانها باز دو زاده پاکستان را که نیز قصد عبور مرز داشتند بازداشت کردند. به ضد دستگیر شده ها با اتهام عبور غیر قانونی مرز دولتی اوکراین بر اساس ماده 204 قسم 1 پروتکل های مأموری ترتیب دادند، ولی به ضد راننده شفرله که در اوکراین حق اقامت داشته است بر اساس ماده 332 کودکس جنایتی اوکراین با اتهام انتقال غیر قانونی مهاجران پرونده جنایتی گشودند.